زل کپکوبی میکرد به همه به پا خسته بدن و با چنین خلاصه آمدن ممکن است که فیلارمونی دولتی تاجیکستان را به هنرنمایی ظفر ناظموف تصور کردن دشوار است. این مرد 28 سالی حیات و فعالیت خود را به 50 سالگی فیلارمونیا آمیخته است. اکی ظفر، من از شما خواهش میکردم در دوام 28 سالی که در روی صحنه فیلارمونیا هنرنمایی کردید چه خاطرهایی نیکی دارید؟ من در مدت خاطرهای اولی در مدت 28 سال در راه نموده صنعت خاطره نخستین اولی من همین است که شخصی که برای گویا یک طفل را از دست میگیرد به راهگردی به قدم‌مانی یک تعلیم و تربیه و یک روانه میکند، این استاد اکاشریف جرایز بود که ما را گویا به مثل یک طفل از دست گرفته به خانه صنعت برای صنعت روانه کردند. این خاطرهای از همه بزرگ، از همه اول و همه برای من قیمت‌تر خاطره هستند. خاطرهای دویم من این است که من حالا اونقدر در بین خلق معلوم نبودم. سال 60 به خانه چخیل بیم به آشیانه فیلارمونی قدم ماندم. سال اولی به صنعت کار کردن من بود که مرا به سفری هنری به ایران تکلیف کرده بودم که با همراهی مهربان نظر با همراه یک چند دسته صنعتکاران پیشقدم همون دوره رسپوبلیکای ما سفر کرده بودم. خاطرها بسیار است. خاطرها من امروز که جشن است من میبینم همه از خاطره های خود از همون دوره که در همین فیلارمونیا حیات خود را بواسطه به فیلارمونیا بخشیدن از همون یادآور شدن. یک چیز دیگر از شما خواهش میکردم بگوین که شما راهبری بدیهی دسته هنری گنجینه هستید و ما بسیار ممنون هستیم که دسته هنری گنجینه در تبلیغ صنعت خلقی کارهای نهایت مهم و انجام رسانیده است و آینده این دسته هنری شما چی نقشه ها دارد؟ این یک خزینه بسیار حتی قیمت بها هم بودن باید که از قیمت بها هم بالاتر است. یک خزینه خلق، خزینه صنعت خلقی و خزینه آن عنعنه ها و آن مراسم هایی که مثال خلق ما خلق تاجیک در دوره های پیش از رولوسیون داشتن، در دوره های قدیم داشتن که این عنعنه و این صنعت تاجیک از قدیم الایام آوازه بزرگ دارد. در همین صنعت همه همین را ما خیلی به شما گفت دارم از نو زنده کردید. همین را از نو این وظیفه هر یک ملت خلق وظیفه است. هر یک تاجیک است این وظیفه دارد چون که این چیز برای همه لازم است. این چیز تاریخ ما را، چیز صنعت ما را، اون چیزی که خاموش شدگی و خواب رفته و سالهای سال یعنی ممکن به قدر امکان دست خلق نبود، همینا به ما میسر شد که پارت حکومت رسپوبلیکا خلق ما همینا به ما باوری کردند و بسیار یک فیگرهای عجایب است درباره این انسامبل حال نو به فاکس است. بسیار راههای دراز و راههای از پیش می آمده، موفقیت‌های کلان به فکر من بسیار به درجه کلی به درجه عالی این موفقیت به دست می آورد. افسوس که حاضر به این انسامبل قدر اهمیت آدم ها قدر اهمیت نداده ایستادند، برای که سفر هنری ما به خلق اونقدر تیز و زیادتر نشده ایستاده. امیرشاه ایمرونوف، من حاضر دیدم که در بین مخلصان شما اولین شخصی بودید که به استقبال اکی ظفر تاخته او را روی صحنه تبریک کردید. راست گپ در شخصیت یک آدمی بزرگ، صنعتکاری دوست داشته خلق، در یک لحظه سخن گفتن یا در یک ساعت حرف زدن این بسیار کم است. فرصت های زیاد لازم که درباره صنعت اکی ظفر آدم گپ زند، سخنرانی کند. من افتخار دارم که اکی ظفر
یک امبلمای ملت تاجیک است. خاندانی نیست که از آواز او بهره نبرند. عقابان عادتا در بلندی ها پرواز میکنند. هر چقدر بلند پرواز کنند همانقدر تیز پروازند و همانقدر رزق روزی خودشان را در زندگی میوند. من خواهش و من آرزو میکنم که آواز یکی ظفر در بین مردم تاجیک دائم بلند پرواز باشد. از شنیدن آواز یکی ظفر دائما دلی مردم تسکین بیابند و کارشان موفق. برای همین هیچ کس باید به استاد نباشد. همون آدم من با تمام حسیات جانم همون آدم استاد گفتم محکم کپیدم. چی مثال وصیت های آن کس کردم، من وصیت های آن کس بجا آوردم. با فکر من هیچ که نمیگوید که من همون از وصیت اون کس بیرون اگر میبرامدم به این درجه نمیرسیدم. برای همین حیاتا از اول و میان تا آخر زندگی حیات صنعتی من استاد من اکا شریف بود، روحشون هست و تا وقتی من زنده هم همون آدم میماند. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کند، سکه شده وان او را میتوان زنجیر کرد. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کند، سکه شده وان او را میتوان زنجیر کرد. به مربی زیر گردون معتبر نتوان شده، به مربی زیر گردون معتبر نتوان شده. ماه نو را رفته رفته چند عالم گیر کرد. ماه نو را رفته رفته چند عالم گیر کرد. با بزرگانی جهان گستاخ بودن خوب نیست. با بزرگانی جهان گستاخ بودن خوب نیست. آخرین به عزتی بر تو کن تأثیر کند. آخرین به عزتی بر تو کن تأثیر کرد. به ایبالت وان به بزمی کن خویان خانه ها. به ایبالت وان به بزمی کن خویان خانه ها. به محبت تکیه نتوان بر دمی شمشیر کند. به محبت تکیه نتوان
نتوان بر دمی شمشیر کرد. قومتی خلوت نشینان میکند کار کمان. قومتی خلوت نشینان میکند کار کمان. میتوان مسواکی زاهد را نشان تیر کرد. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد. سکته شده ما او را میتوان زنجیر